پارلمان اوکراین بگاهی 26 نوامبر از جاری شدن حالت آماده‌باش جنگی حمایت کرد. چون این وضعیت تا یک ماه دیگر و در ولایت‌هایی که با روسیه هم مرز می‌باشند عمل خواهد کرد. از طرح قانون 276 وکیل پشتیبانی کرده 300 نفر مقابل برآمدند و یک وکیل بی‌طرفی را اختیار نمود. پتر پوراشنکو خواسته بود که حالت آماده‌باش جنگی برای 2 ماه جاری شود. من تاکید میکنم که چاره‌های خاص در حالت عملیات هوایی نیروهای روسیه بیرون از حدود فعالیت نیروهای متحده دونباس و بیرون از قلمرو اشغال شده روسیه در کریم راه اندازی میشوند. وکیلان از آن نگرانی کردند که وضع اعلان شده یک قطار محدودیت از جمله برگزاری انتخابات را در بر میگیرد. این موضوع در آستانه معرکه انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز شد. پارلمان سندی را تصویب کرد که بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی نباید به تأخیر افتاده طبق نقشه 31 مارس برگزار شود. کیوف میگوید حالت آماده‌باش جنگی پاسخ به تصرف 3 کشتی اوکراین است که روز یکشنبه از ادیسا به ماریوپول طریق گلوگاه کرچ میگذشتند ولی از طرف نیروهای روسیه بازداشت شدند. مسکو میگوید کشتی‌های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح کار گرفته شد. خدمات امنیت فدرالی در این رابطه پرونده جنایی باز نمود. روز سه‌شنبه باید ملاحان اوکراینی در دادگاه سیمفروپول جواب بگویند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه وضع کرچ را بررسی کرد. نماینده‌های کشورهای غربی این قضیه را خیلی خطرناک نامیده از مسکو تقاضا نمودند که کشتی‌های اوکراینی را همراه با ملاحان آزاد کند. فرستاده امریکا نیکی هیلی روسیه را به برافروختن تشنج بی‌معنی متهم کرد. مسکو این حادثه را تفتیه می‌نامد و از غرب دعوت دارد که کیف را آرام نماید. وزارت کارهای خارجه روسیه بگاه روز دوشنبه وابسته به این قضیه به نماینده رسمی اوکراین روسلان نیمچینسکی نوتای اعتراضی سپرد.